در نشست مطبوعاتی امروز معاون وزیر سرداران ریاست شورا و راهبران مؤسسه‌های تابع وزارت، سردار سرریاست و مدیران معارف شهر دوشنبه حضور دارند. حضوران گرامی، سپاسگزار سروردگیری پیشون ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان در پایان مذکور با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 28 دکمبر سال 2024 گذاشتند که سبب اساسی بدبختی هر یک ملت و دولت که اعتبار نبودن و صفت مکتب معارف سامانگویی کردن و تربیت کودک از پرسوری و فراهم نآوردن محیط مساعد برای تعلیم طلبه میباشد. در دوام سالهای سرویسکاری 22 مرتبه مزد مهنت کارمندان ساحه معارفی بزرگ کرده شد و از ماه سپتامبر سال روان با اندازه 30% معاش کارمندان ساحه علم و معارف برآمد برداشته می‌شود. ماه اول سال 2025 مؤسسه تعلیمی با 788,000 نسخه کتاب درسی تامین کرده شد. سال 2024 در دوره جمهوری المپیادهای فنی خوانندگان مؤسسه تحصیل عمومی 2104 نفر خواننده صادرات جوی افتخاری گردیدند و خوانندگان کشور در 31 دور نهایی المپیادهای بین‌المللی اشتراک کردند. در دور نهایی این المپیادها توانستند سزاوار 2350 افتخاری گردند که اگر در کلاس و سال 2023 بودیم این یک را از 19 مورد زیاد است.